هستند که با تشبوس دپارتمنت دولتی آمریکا و همچنین سفارت جمهوری تاجیکستان در آمریکا با وطن برگردانده می‌شوند. نماینده سفارت به ما گفت که با تلاش و کمک آنها همه این شهروندان جمهوری تاجیکستان به طور رایگان و وطن برگردانده می‌شوند. مدت 2 ماه بود که با ویروس نو پیدا شده کووید 19 در تمام جهان کرانتین اعلان نموده بودند. از آن جمله در ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان یگان هواپیمای پرواز نمیکرد. امروز با تشبوس همکاری سفارت جمهوری تاجیکستان در آمریکا و دپارتمنت آمریکا یک هواپیمای تشکیل نمودند که ما شهروندان جمهوری تاجیکستان را به وطن برگرداند.